Waiting for next flight. مخلصان عزیز، سفر من امروز خیلی و خیلی طولانی است. از صبح در فرودگاه دبی قرار دارم و عین حال آمدیم که برای خودم یگان خوراکی با لذت فرمایش بدم و رستورانی هندی را انتخاب کردم. حاضر چی غذا فرمایش دادم برای شما نشان میدم. This is my yummy food. Indian food. Kebab بده. من یک غذای با لذت چای میکنم. امیدوارم تیزی بد نیست. بعد مزه‌اش مادر نخواهم میکنم. مخلصان عزیز، من فراموش کردم برای شما یادرسان کنم فردا ساعت 19:00 به وقت دوشنبه در تلویزیون دوشنبه HD برنامه ما را تماشا کنین. خیلی که در اینجا نمیتونم امکانی تماشا کردن ندارم، برام استوریز کنین، روان کنین کسانی که تماشا کردن. رحمت. یکم مونده اینجا تو قشته. مرش تو چی؟